نهادم پای خود از خانه بیرون، رسیدم پیش یک فرزند دلخون. عجب آهو فغان و ناله داشت که جوی باریز آب در دیده داشت. به حیرت آمدم از حال زارش، شدم غمگین زی اشکی شش قطارش. بگفتم ای پسر جان مشکلت چیست؟ عدا گشتی زی گریه این چی معنیست؟ کشید آهی زی دل بر من چونین گفت، نمیتوانم براحت در زمین خفت. از آن ساعت که مادر زیر خاک است، مرا هر لحظه عمرم هلاک است. پدر چون مادری نو آوریده است، برایش ناز و نعمت آفریده است. فراموش گشته است از مادری من، سبب گشته است به این چشمی تری من. مرا بیگانه ور جایم نموده است، لطو کوبی به اعضایم نموده است. به من داده است تمامی کاری خانه، تمامم گر بسازم یک بهانه. زیاد از درد این قلبی کبابم، به تقدیری الهی در عذابم. بلی ای قیصه خان این گونه کم نیست، دلی خالی ز درد و رنج و غم نیست. پدر قلبی جگر بند را میازار، کتاب باشی برای شخص غمخوار. قلم از قلب اقبال قیسه و کرد، که تا نامه